یک پیشنهاد دیگه داریم. دم اداره ما دیگه کاغذ پرانی نشوه. کاغذ پرانی بر اخلال است. علی از شما مطلبتان اجراعات است یا اخلال؟ اجراعات. کار اصولی بود دفعتاً اجرا کو. اصولی نبود خلاف اصول بود دفعتاً جواب کو. تو چه یک مورد تا بالا میدوانی داخل کار برش میگی که برو بیا در کارت نمیشه. چرا؟ همین مطلب چیست؟ یک گپ. دوم آمرا و رئیسا را میگیم ما تحت تانا کنترل بکنی. کاری که از طرف تو اجرا شد تعقیب بکو پیش سکرترت مدیر اجرایت یک لحظه اگه معطل شد این تقلب است. تو کار خلاص کردیو ایو جب برش میگه صبح بیا صبح بیا صبح بیا. شما خودتان فکر کنی میگه مطلبش چی است که صبح بیا؟ کارت خلاص شده ورقی جا افتیدگی است. مطلب چی است که برش میگی صبح بیا؟ دسته اینطور میکنی تو با صبح بیا نشد تو با صبح بیا. چرا؟ مطلبی تو بگو. مطلب چی است؟ علی کل شما نمیفهمی که مطلب چی است؟ ما خو شما را نمیگم، شما را خو گمان نیک میکنیم. خو شارواله را که دید در شارواله نقصان بیشتر میباشه. نمیگم شاید شاروالی مزار خوب باشه. این ما معلومات نداریم بعدا میبینیم. خو شارواله را که ما میبینیم ما کتش در تخار ما که آمدیم کل شهر تخار غرفه گرفته و ببینی آمدیم کتش. خو یک چاره کردیم نماندیم. ما که همین دم آمدیم که همین غرفه را که همین چشمم خورد ما ترس خوردم که دمی جنجال در مزارم با می جنجال روبرو شدی. رستاق یک ولسوالیست نامش ولسوالیست تنها یک چوکش در 6 جریب زمین است. رستاق در بازارش برید تو فکر میکنی مال در شهری نوستم اگر کدام تایتن رفته باشه. رستاق که قدر یک ولسوالی کلان است چین ولایت ما چین پروان یک ولسوالیست رستاق. این نمیجم این مصیبت های غرفه را شروع کرده و باز یک قرارداد شده بود که اتسیش این گپش بالاخره تا اداره امور وزارت داخله سر کل جان سر ما ریزه کرد. ما میره برش گفتم نگم ما زنده بودم میره مانده نمیتانی. ما زنده بودم نمیتانی مانده. ما در این وقت تبدیل شدم. ما تبدیل شدم اون ناامید شدم. والی جدید که آمدم این دفعه تانی گپ باز روی کار شد. ما والی را گفت که او بلیاز خدا اینم یکی از ارمانای ما بوده نمیگه گپ خونمانی. والی از بدخشان است بسیار آدم شریف است. مولوی عبیدالله خوب عالم هم است. والی پروان بود. ولی امان داد تخار. ما که پرگویی زیاد بکنیم عمل کم بکنیم فایدهش چی شد؟